پیکان تسلا وقتی تسلا مد نبود، ببینیم چیه؟ من محمد اخباراتی، مفر یکم هوانیروز، مهندس موتور و سیستم‌های اویونیک هواپیما، یک مغز الکترونیک اختراع کردم که کامپیوتر هست، پیکان هست که همه دیدید، منتها این شیشه هاش برقیه. روشن بکن. روشن شد. آب که میریزه روی شیشه در مقابل آب حساسیت دار هست، سرعت ماشین رو کنترل میکنه. کاپوتو باز بکن. باش حرف میزنه، پیکانم انجام میده. کیلومتر سرعت 3 متر با ماشین روبرویی فاصله میگیره. این راننده خوابش ببره تکونش میده، بیدارش میکنه. الان ماشین تو دنده است. من به مغز الکترونیک میگم روشن بشه. موتور استارت بزن، روشن بکن. الان ماشین تو دنده هست، آژیر میزنه که الان بسیار خوب خلاص میکنه. موتور رو خاموش کن. توی این ماشین الان تلویزیون داره. تلویزیون داره پیکان. داخل ماشین آقای اخباراتی تلویزیون کار گذاشته و مشاهده کرد. کولر هم داره که به موتور ارتباط نداره. سیستم‌های دیگه هست که روی این ماشین سباقات راننده رو پس میزنه. موقع سبقت گرفتن سر پیش سبقت نمیگیره. رادار داره جلوی ماشین که روبرویی رو تشخیص میده. راننده اگه بگه سردمه فوری براش بخاری روشن میکنه. هزینه‌اش تو خط تولید بره حدود 4000 تومان بیشتر نمیشه. 4000 تومان هزینه‌اش میشد میرفت توی خط تولید. کروز کنترل داشت، نمیدونم ترمز سنسوری داشت که با 3 متر اختلاف وای میساد، نمیدونم شیشش که از این حساسیت‌ها به آب داشت، آب میری خود برفاکن میزد. چی این مال چه سالیه ما این تکنولوژی رو داشتیم هیچ کی بهش اهمیت نده، رسیده به اینجا، بعد الان 4 تا دیگه باید بیان برای ما کری بخونن. اینقدر ایرانی‌ها خفن بودن بعد بها داده نشده، این شکلی شده. من خندیدم تو ویدیو ولی این ویدیو گریه داشت، خنده نداشت.